سلام دوستان، امروز میخوام در مورد یه موضوع خیلی جالب و جذاب صحبت کنم. بامزه بودن با زبان بدن. چطور با این کار میتونیم جذابیت خودمون رو حفظ کنیم و بقیه رو جذب کنیم؟ برای افزایش جذابیت شخصیتتون ما رو سابسکرایب و لایک کنید تا بهتون کمک کنیم. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم. یکی از بازیگرانی که با زبان بدن خیلی خوبی که داره میتونه احساس خوب و درستی رو انتقال بده و هممون میشناسیمش، آقای بهرام افشاریه. هر وقت میخواد داستانی تعریف کنه دستاش رو هم به کار میبره. نه فقط دستاش بلکه کل بدنش رو. مثلا وقتی میخواد درباره خاطره موتور سواری بگه دستاش رو به شکل فرمان موتور در میاره و داستانش رو انگار که روی موتور نشسته تعریف میکنه. الان حساب بکنم با پول الان بالغ بر 20 میلیون اینا به من بدهکارن. به خاطر اینکه پیک موتوری همش من اینا رو مفتی می‌بردم این ور اون ور. بعد چه جوری اینا میشستن پشت، مثلا هوتن داشت صحبت میکرد با من همینجوری، حالا فکر کن پای منم بلند خودش اینه سرعت گیره، مثلا از یه جایی بره گیر کنه موتور میره ما میمونیم مثلا. بعد مثلا داشت صحبت میکرد آره تا اینجوری، حالا معذرت آب دهنم اینجوری تو سرعت آره ما داشته بده بدن و اینا داشت صحبت میکرد تا اینجوری شد کارگردانه چرا باید فلان. منم داشتم گوش میدادم. بعد از این جاهایی ما میرفتیم تو اتوبان که دیگه نه تاکسی هست نه آبر هست، ماشین سنگین مثلا اینجوری. یهو وسطا میگفتم داداش همینجا خوبه پیاده میشی، میگه یهو سکوت. بغض میکرد چون میدونست پیادهش کنم هیچ جا دیگه هم نمیشه در این زمین شوخی یعنی کرد. در نهایت پیاده میکنن بعد این میمونه و ماشین سنگینا. به نظر شما این حرکات چطور به نظر میاد؟ قطعاً جالب و بامزه. با این کار نه تنها داستانش جذاب‌تر میشه بلکه باعث میشه که مخاطب بیشتر بهش توجه کنه. چون وقتی شما با زبان بدن هم داستان رو روایت میکنی مخاطب نمیتونه حواسش رو پرت کنه. من خودم توی فیلم یکی از همین کارگردانان که بگم کارگردانه با ما حرف میزد هیچ نگامون هم نمیکرد، کلا با گردافشانی هدایت بازیگری میکرد. صبح میومد یه پورت میپاشه میگفت بیا 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 همه ماها و حالا بیاید یه ذره به تکنیک‌های بامزه بودن با زبان بدن بپردازیم. یکی از تکنیک‌های ساده و موثر استفاده از حرکات اغرارآمیز و طنزآمیزه. میگی نه قد میگه قد برام به خدا نه شوخی ها من شاکرم. نه برنامه تمام میشه. مثلا وقتی دارید یه داستان خنده‌دار تعریف میکنید میتونید حرکات و عبارات صورتتون رو به طور زیاد و بیش از حد واقعی کنید. اینطوری مخاطب میفهمه که شما خودتون هم از داستان لذت میبرید و این خودش جذابیت ایجاد میکنه. به عنوان مثال فرض کنید دارید داستانی درباره یکی از اشتباهات بامزه‌تون تعریف میکنید. وقتی به اون نقطه اوج داستان میرسید میتونید با چهره متعجب و حرکات زیاد واکنش خودتون رو به شکل طنزآمیز نشون بدید. مثلا با دستاتون نشون بدید که چقدر موضوع غیر منتظره و خنده‌دار بوده. من سرم خورد به این زیر پل آهن، گفتم بوی خون پیچید. یه لحظه تهران 360 یه لحظه یه آدمو دیدم گفتم الان میگه چی شد عزیزم؟ گفت این نوع نمایش‌های بصری به داستانتون عمق و رنگ میبخشه و باعث میشه مخاطب بیشتر باهاتون ارتباط برقرار کنه. یکی دیگه از نکات اینه که توی این حرکات نباید زیاده روی کنید. مهم اینه که حرکاتتون طبیعی و متناسب با داستان باشه. اگه حرکاتتون خیلی اغرارآمیز بشه ممکنه مخاطب حس کنه که دارید تلاش زیادی میکنید تا توجه جلب کنید. بنابراین تعادل بین جذابیت و طبیعی بودن خیلی مهمه. گفت بابا بیا تو والیبال تو قدرت خوبه. گفتم من علاقه ندارم استعدادم ندارم. گفت بابا کاری نه دستت اون توپ اومدی بعد دستتو بیار بالا. همین آره. مثلا من درگیر موبایلم بودم مثلا علی آقا چطوره؟ مثلا داستان بهرام افشاری رو درباره اوایل بازیگریش. خیلی من میگم الان تو تیتر هم زدن جای سلام به ما ای خدا میگن
مثلا نمیدونم، ولی خب اون چیزی که مردم دوست دارن خوشحالم. هر چیزی که مردم دوست داشته باشن برای من خوشحال کننده است. یکی از نقاط قوت شما تو نقش‌هایی که بازی کردی مسلط بودن به لهجه‌های گوناگونه. مگه داریم این همه لهجه رو آدم بلد باشه؟ دیگه واقعا خودم موندم. به جای اینکه فقط داستان رو بگید، میتونید با استفاده از حرکات مختلف و تغییرات جالب توی لحن صداتون هیجان و تاثیر داستان رو بیشتر کنید. مثلا وقتی به نقطه جالب توجه داستان که میرسید، میتونید یه دفعه حرکاتتون رو تغییر بدید. مثلا اگه در حال تعریف یه موقعیت بامزه در سفر هستید، میتونید ناگهان به جلو خم بشید. با دستا اشاره کنید که چقدر موقعیت جالب و غیر منتظره بوده. نزدیک خونش لحنش عوض میشد، میزد پس کله بارا بابا با این موتور یه لگر میزد. ادای منو خیلی خوب در میاره واقعا عالی در میاره و من عاشق این برنامه‌ام شدم که این در میاره خودم نه، ولی یه بار بگید در میاره. حتی میتونید چهره خودتون رو طوری تغییر بدید که مخاطب به خوبی حس کنه که چه احساسی داشتید. یه مثال دیگه، خاطره های خودتون رو فقط با جمله اینکه حسابی خندیدیم یا خیلی خوش گذشت تموم نکنید. میتونید با استفاده از حرکات و بازی های نمایشی، چهره های متعجب و حتی ادا کردن صدای بقیه داستان رو به شکل زنده و جذابتر بیان کنید. این سوال بپرسم، ازدواج نکردی؟ چرا؟ خیر. چرا؟ چرا؟ چون به بلوغ ازدواج نرسیدم. یعنی چی؟ سخت شد. اینو بلد بودم. همینطور در موقعیت‌های اجتماعی استفاده از زبان بدن مناسب میتونه به شما کمک کنه تا ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید. اگر در یک جمع دوستانه هستید و میخواهید خودتون رو بامزه و جذاب نشون بدید، حرکات باز و دوستانه و لبخند زدن به دیگران میتونه خیلی مؤثر باشه. مثلا وقتی در حال تعریف یک شوخی یا داستان در مقابل فرد جدیدی هستید، میتونید با استفاده از حرکات بزرگ و بیانهای خنده‌دار همه رو تحت تاثیر قرار بدید و حس شادی و انرژی مثبت رو منتقل کنید. مثل مصاحبه بهرام افشاری با شهاب حسینی که به تازگی با هم صحبت میکنن، اما بهرام افشاری به راحتی با شوخی ارتباط بامزه‌ای رو میگیره. باشه. آقا من شما رو خیلی دوست داشتم، ولی یه ذره نه اونو من شهرستان اومدم بازی کنم. در نهایت کلید جذابیت با زبان بدن اینه که خودتون باشید و از طبیعت خودتون بهره ببرید. اگه شما به طور واقعی از چیزی لذت میبرید و با شور و شوق داستان رو تعریف میکنید، این انرژی به مخاطب منتقل میشه و باعث میشه که شما بامزه و جذاب به نظر بیایید. امیدوارم این نکات به شما کمک کنه تا با زبان بدن خودتون رو بهتر به نمایش بگذارید و داستان‌های بامزه‌تری رو تعریف کنید. به یاد داشته باشید که بامزه بودن یعنی لذت بردن از خودتون و انتقال اون لذت به دیگران. پس با اعتماد به نفس و انرژی مثبت به جلو برید و از هر موقعیتی بهره ببرید. ممنون که با ما همراه بودید. اگه سوالی دارید برامون توی کامنت ها بنویسید و حتما داستان‌های بامزه‌تون رو برامون ارسال کنید.